امروز در دنیای زندگی میکنیم که علم تکنولوژی و بیولوژی و ارتباطات به اوج خود رسیده است، اما در همین زمان نیاز به جوانی داریم که نه تنها با گوشه و اینترنت آشنا باشد، بلکه با وجدان و هدف و نبرد و دین نیز آشنا باشد. جوان امروز باید بداند که او تنها مصرف کننده نیست، بلکه سازنده و تابنده و ارزنده است. جوان امروز باید بدانند که او تنها شنونده محض نیست، بلکه گوینده و رهبر و آینده ساز مملکت و کشور و جامعه است. جوان امروز باید بدانند که او تنها دنبال روی نیست، بلکه مبتکر و متفکر و مهربان و دلسوز و دعوتگر سرزمین است.